ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن گفتگوی مستقیم سالانه‌اش ادعا کرد که تحریمات کشورهای غربی به ضد روسیه تلاش برای راه ندادن بر رقابت سیاسی و اقتصادی روسیه در عرصه جهانی بوده است. تاریخ روسیه نشان می‌دهد که طور معمول ما همیشه زیر تحریمات زندگی کرده ایم. از زمانی که روسیه به پاکستان را آغاز کرد و خود را قوی احساس کرد. وقتی شریکان ما در جهان در سیمای روسیه رقیب جدی را دیدند، با هر بهانه محدودیت‌های را جاری کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2014 بنابر اشغال نیم جزیره کریم از طرف روسیه به ضد این کشور تحریمات اقتصادی جاری کردند. گفتگوی مستقیم و عمدتاً صحنه‌سازی شده ولادیمیر پوتین هر سال تا 3 ساعت ادامه می‌کند. سالهای اول مردم درباره مزد ناچیز کار در نهادهای دولتی بود و طبیبان و آتش‌نشان‌ها و آموزگاران روس می‌گفتند که به سختی روز می‌گذرانند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه رکود اقتصادی را که سال 2014 به سبب قیمت پایین نفت و تحریمات خارجی به سرش آمد پس سر کرده است. گفتگوی سالانه و مستقیم ولادیمیر پوتین را یک وسیله برای بالا بردن آبروی او در روسیه می‌دانند و هم وسیله برای نشان دادن برنامه‌های آینده او به کشورهای خارجی.